مسئله امت اسلامی است. من سالهاست بر روی واژه امت اسلامی بالخصوص متعمدن تکیه میکنم که ما فراموش نکنیم که یک امتیم. بله، بعضی ایرانی هستیم، بعضی عراقی هستیم، بعضی شامی هستیم و غیر ذالک، لکن این مرزها حقیقت امت اسلامی رو تغییر نمیده. همه سعی دشمنان اسلام این بود است که ما رو نسبت به هویت واحده‌ای که اسمش امت اسلامی است بی‌تفاوت کنه. این نمیشه که من خودم رو مسلمان بدونم اما از رنجی که یک مسلمان در میانمار یا در غزه یا در هند یا در فلان جا میکشه خودم رو غافل بدونم. این امکان نداره. این خلاف تعالیم اسلامی و اصول اسلامی است. ممکنه شما به شخصک نتونید یک کاری به کمک او انجام بدید، اما همدلی و همدردی یک حقیقتی است. این باعث وجود داشته باشه.